بچه ها احتمالا اولین ویدیویی که از من دیدید اینه. و بعد از شکست توی کنکورم و ناراحت کردن خیلیاتون و البته دلگرمی های خیلی بیشترتون، من برگشتم که یک بار دیگه و برای آخرین بار کنکور بدم، کنکور 405. میخواستم بهتون نحوه برنامه‌ریزی این جدولی که الان نوشتم و بهتون بگم که حالا در ادامه بهتون میگم. اول از ویدیو خواستم بهتون بگم که مرسی به خاطر اینکه کلی بهم دلگرمی دادید، گفتید که یه بار دیگه شروع کن و واقعا ازتون ممنونم. کلی دوستای خوبی پیدا کردم و دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. بریم واسه یاد گرفتن این. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که یه جدول تاریخ بذاریم جلومون و روزایی که قلمچی آزمون داریم بنویسیم. ما 18 قلمچی داشتیم که اون ندادیم و اولین قلمچی که بهمون میرسه 2 آبانه. درسته؟ این جدول مهرم. باز دوباره صفحه‌های بعدی قلمچی ها رو مشخص کردیم و یه جدول اینجوری هم برای خودم آماده کردم که چارت بندیش کردم: شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه. حالا باید اینجوری روشون تاریخ بزنیم. مثلا الان از شنبه که ما میخوایم شروع کنیم که 26مه، باید بزنیم 26م، 27م، 28م، 29م، 30م، 1م و 2م. دقیقاً مثل جدولی که من قبلا انجام دادم و این مال پارسالم بوده که حالا تغییراتی هم توش دادم و حتی روزای امتحان نهایی هم مشخص کرده بودم که چه امتحان نهایی دارم و کنکورم هم که 6 تیر بود. خب بچه ها، من جدولم رو کامل کردم. خدا یادش راضی. همون جایی که بد بود حالا کوچولو با غلطگی مثلا گرفتم. بریم که روزا رو روش پیاده کنیم. خب واسه مرحله بعدی ببین من روزا رو نوشتم. میخوام از شنبه 26م شروع کنم، 26م، 27م، 28م، 29م، 30م و من همه اینا رو نوشتم و از 1م با ماژیک آبی آبان رو استارت زدم. یعنی اینا واسه مهرن، واسه آبانه و روزایی که امتحان قلمچی دارم با هایلایتر صورتیم یه رنگ دیگه میکنم. یعنی الان 2 هفته دیگه اینجا باید صورتی بشه و همه اینا مجددا آبی. یعنی ما از مهر فقط 5 روزشو داریم که اونا رو سیاه کردم چون ماژیک رنگی کم دارم. خب برنامه قلمچی آوردم. 17 مهر رو از دست چی؟ یکی آبان ها. اوکی، این برنامه مازمه. یه روز بعدش میشه برنامه قلمچی. خودم گیج شدم. پس ما 2 آبان قلمچی داشتیم دیگه. 16 آبان قلمچی داشتیم که من نوشتم. بعدش میشه 30 آبان که مجددا من نوشتم. پس فیتله آبانم بسته میشه. میریم آذر. توی آذر 14 آذر باید داشته باشیم قلمچی. 27 آذر که به قلمچی میشه 28 آذر قلمچی. نه از آذرمون میریم سراغ دیما. دیما هم فقط 25م یعنی 26م قلمچی داریم. خب یعنی توی دیمون که مهمترین واقعا مهم هست فقط 26م امتحان داریم. بریم که اینا رو پیاده کنیم روی این. خب بچه همونطور که میبینید من آبان رو با ماژیک آبی نوشتم. البته روزای قلمچی رو مشخص کردم و آبانمونم تیک میخوره و میریم سراغ ماه آذر. برای ماه آذر میخوام از این رنگ سبز استفاده کنم و شروع کنم به پر کردن آذر. خب بچه من آذرم پر کردم. اینم ماه آذرم بود. با ماژیک سبز براتون پرش کردم. براتون نه، برای خودم پرش کردم. و واسه ماه دی میخوام از ماژیک قرمزم استفاده کنم چون به نظرم دی واقعا ماه حیاتیه. بریم سراغ ماه دی.
دیرم نوشتم تا 26م که آزمون قلمچیه و عملا هر کاری کردی تو زمستون همین کردید دیگه، همین باید نجاتت بده. و اینم شد از فاینال برنامه. از بالا براتون میگیرم، یه توضیح کوتاه هم میدم. ما اول از مهر شروع کردیم که شنبه است که 5 روزه، منو 5 روز باید بخونم، با مشکی نوشتم. و ماه بعدی آبانه که آبانو با آبی نوشتم و روزایی که آزمون قلمچی داریم و با صورتی. و همینطوری از آبان گذشتیم و رسیدیم به آذر از 1 شروع کردم با رنگ سبز و باز روزای قلمچی رو با صورتی کشیدم و اومدیم پایین و پایین و پایین تا رسیدیم به دی. درست گفتم؟ مهر، آبان، آذر، درست دی. از دی هم شروع کردیم، از 1، 2، 3 و همینطوری با قرمز نوشتیم تا 26م. خب واسه مرحله بعد یه دونه خودکار میخوایم، خودکار ماژیکی. من از این خودکار نمدی میخوام استفاده کنم. یه رنگ خونسا، مثلا این رنگ قهوه‌ای، یه رنگ قهوه‌ای خونسا برمیداریم و مثل برنامه که قبل نشونتون دادم، مثل این برنامه که من پرش نکردم ولی انجام دادم، ساعت و تستا رو باید بنویسیم که همیشه یادمون بمونه. یه چیزی داریم که باید که گوشه کنارش یه چیزی یادداشت کنیم. خب بچه‌ها، کار ساعت و تستا هم تموم شد، تا آخر همه رو وارد کردم. تنها چیزی که میمونه روز شماره کنکوره که الان بهتون میگم چطوری باید روز شمارم اضافه کنیم بهش. ببین بچه‌ها، من از چت جی پی تی پرسیدم، بهم گفت که 12 روزه. جمع همه اینا اگه با هم دیگه جمع بزنیم میشه 259 روز که حالا ما یه روزم ازش کم میکنیم چون امتحانمون 12 تیره و ما میخوایم تا 11 تموم کنیم. سرجم چند روز داریم؟ 258 روز که میخوایم الان به اینجا اضافهش کنیم. خب چطوری اضافه میکنیم؟ اینجا مینویسیم 258، همینجوری کوچولو، تمام. و همینجوری میام جلو. حالا من تو فکرم بود اینجوری یه کادر مثلا دایره‌ای بزنم، نمیدونم حالا این کار بکنم یا نه، میترسم زشه. ترجیح میدم همینجوری خوشگل باشه. تادا، اینم از برنامه من که به نظرم خیلی خوشگل شد، خیلی زیاد. اینم میذارم توی کادر براتون. اگرم خواستید میتونم اینو واسهتون تو کانال تلگرامم بذارم، اگر هر کدومتون که دوست داشتید و نتونستید اینا رو بنویسید و به قولن خیلی دردسر باشه، من 2 ساعت درگیرشم، میتونید بهم بگید تا واسهتون چنل تلگرامم بفرستم که اینا رو توش بذارم. و اما آخرین چیزی که میخواستم بگم اینه که شما چه این برنامه رو داشته باشی چه نداشته باشی، مهم اینه که فقط درس بخونی. این ارتباطی و نوشتن این برنامه به من کمک میکنه که یه کوچولو مثلا بیشتر جلوم باشه، ببینم چی کار دارم میکنم چی کار نمیکنم، روزامو تیک بزنم. وگرنه صرفا تو چه انجامش بدی چه ندی، فقط مهم اینه که درس بخونی. و این کار همش قرتی بازیه. یکی میتونه این کار رو نکنه، اصلا کار خوبی هم میکنه، میتونه اون 2 ساعته بشینه پای درسش، اما من دوست دارم که یه کوچولو رنگی پنگی باشه دورم. واسه همینه کلی از هایلایتر رو مداد و خودکار استفاده میکنم. همین دیگه بچه‌ها، اینم از ویدیو بعدی. اگه دوست داشتید لایک و کامنت و ساب یادتون نره و تو این راه بیاد با هم دیگه همراه باشیم. فعلا